بهترین علماها که از منبر بیرون شد، بهترین بچهای داملاخوری، بچه‌ها، بچهای مذهبی، بچهای دینی روانه زندان شد، منبرها بین 4 تا ناخلفا و 4 تا احمقا میمونه. با چنین حالت سر میزنه. نگاه کن کی را در اونجا راهبر کرده است، کی را در اونجا پیش درای مسجد نماز کرده است؟ کی؟ جامعه مرد است از نبودن یک نفر عادل که چون یک احمق همین برای شما رو راهنمای مردم میکنید. فردا جامعه از اینا چی عبرت میگیره؟ فردا نسل از اینا چی تربیت میگیره؟ مکتباتون در سرتون زدگی، مسجدها رو همه رو در سرتون زدین. مولای مسجد داملا فروخته شده، مولا KGB است، مؤذن KGB است، عالمی که درس میده KGB است، داملایی که ده ها سال برآمد از منبر عقیده و توحید گفت، امروز برگشت از طرف رحمانوف نفری KGB است. این چی معنا بود؟ منبر را استفاده بردین، برای همین روز مردم تربیت کردین، برای همین روز مردم تعلیم دادین، برای همین کارتون. خدا بشرمین، کم ترک شرم بکنین از خدا. شما در کدام حالت قرار دارین؟ من همین نوار را میگذارم دوستان عزیز. امروز همین نوار را برای من روان کردم. خیلی یک صحنه ای که احمقانه بگیم در منبر، در بالای جای نماز، در مسجدهای ما چی حرفا می رود. بهترین علماها که از منبر بیرون شد، بهترین بچهای داملاخوری، بچه‌ها، بچهای مذهبی، بچهای دینی روانه زندان شد، منبرها بین 4 تا ناخلفا و 4 تا احمقا میمونه. با چنین حالت سر میزنه. نگاه کن این احوالی امروزی مسجدهای ما. منبرها را دیدین دست کی آمد؟ 4 تا بوز امنیتی را آوردن. این و این مداملا با صحبت کردیم. پسری مفتی گذشت پیشینه، پیش از این مکرانی احمق، یک مفتی دیگه داشتن، داملا کی بود اسم فراموش کردم. این پسری همون بود است. بسیار یک نفری به شرف، بسیار یک نفری احمق، بسیار یک بوز، یک نفری که مقاماتی است. هر نفری که کمی شجاعت دارد در مقامات تحصیل میکنه. بسیار یک نفری احمق است. در چنین فضا وقتی کشور قرار میگیره، چرا حکومت انا احمق را دعوت نمیکنه؟ برای چی یاد به نزد قانون جواب نمیتن؟ برای چی؟ یک مسئله در چند مدت پیش بحث میشد در رسانه ها.
هم چهار تا داریم، سه چهار تا دیگه بعضی نمو احمق صفاتونه که داریم در شبکه‌ها بحث میکنن. از فرهنگ گپ میزنین، از مسلمانی گپ میزنین. کجا از فرهنگ مسلمانی؟ کجا از فرهنگ یک انسان؟ این چی نمود مدنیتی؟ کی را در اونجا راهبر کرد است؟ کی را در اونجا پیش درای مسجد نماز کرده است؟ کی؟ جامعه مرد است از نبودن یک نفر عادل که چون یک احمق همین برای شما رو راهنمای مردم میکنین. فردا جامعه از اینا چی عبرت میگیره؟ فردا نسل از اینا چی تربیت میگیره؟ مکتباتون در سرتون زدگی، مسجدها رو همه رو در سرتون زدین. مولای مسجد داملا فروخته شده، ملا کگبه است، معظم کگبه است، عالمی که درس میده کگبه است، داملایی که ده ها سال برآمد از منبر عقیده و توحید گفت، امروز برگشت از طرف رحمانوف نفری کگبه است. این چی معنا بود؟ منبر را استفاده بردین، برای همین روز مردم تربیت کردین، برای همین روز مردم تعلیم دادین، برای همین کارتون. خدا بشرمین، کم ترک شرم بکنین از خدا که شما در کدام حالت قرار دارین. دومی همه کار موندین، قبیدین دومی مبارزین، دومی شخصایی که در سیاست کم میزنن. همه چی را موندین. وظیفه شما چی بود؟ یک مخالف حرفاش هم میبینین، برنامه یک مخالف هم میبینین، اما در رسانه ها تحقیر رحمانوف و در حق ملت نمیبینین. اما در رسانه ها دشنام یک نفر، یک کارمند امنیت، کارمند پلیس در حق ملت نمیبینین. روسری یک زنه که آشکار میکنن کور شده نمیبینین. لیکن یک نفر گپ میزنه، گوشاتون در گوشتون کلام کرده، میفهمین که چی میگه. سر میکنین با تنجوی آرامی وطن، خواب خیانت ها، خائن وطن، فلان قصه هاتون سر میکنین. با وظیفه خودتون انجام بدین، مسئولیت خودتون باز هم میگم انجام بدین. یا مرد باش یا که در خدمت مرد باش. اگر در دو حالت نیستی پس برو بخیر. نه مرد نه در خدمت مردین، پس چهره واقعیتون برای مردم نشان بده. اون معنی نداره که یک روز، دو روز، 10 روز، 5 روز منبرداری کردی، 4 نفر تعلیم دادی، امروز اومدی در همون گپی گفتت خودتون برعکس کار میکنین. شجاعت حضرت عمر را میگین، نه که مثل یک زنی انصاری شجاعت ندارین. شجاعت خالد بن ولید را قصه میکنین. مرگ امام احمد حنبل و نمیدونم دیگر امام هایی که ما داریم، امام اعظم قصه میکنین، در زندان شکنجه های صحابه ها را قصه میکنین، لیکن برداشت 1 گرم شکنجه را ندارین. چی لازم پس در جامعه چنین بدن؟ منبر نیاز به چنین شخصانی ضعیف نداره. منبر پیامبر شجاعت میآموزه. منبر پیامبر جای نفرای واقعی است. در منبرها بازی نکنید. در مسجد وقتی میرین، داخل مسجد میشین، در منبر بلند میشین، برای مردم امر معروف نهی از منکر میکنید، در اونجا بازیگر نباشین. در دو جبهه جنگ نکنید، گاهی با این نفر، گاهی با حکومت رحمانوف. و از شما برای نصیحتگرا و وصیتگرا این نمیخلی احمق‌ها و نمیخلی افراد میبرو که در روی جای نماز، در وقت نماز شام یا نماز تراویح مردم میبرو دشنام میکنه. این ثمره کار شما است، ثمره حاصل شما است.